مهاجرت به امریکا یک عائله را در تاجیکستان ویران کرده است. اخیراً یک مادر تاجیک با ما در تماس شد و شکایت کرد که بعد از 12 سال زندگی مشترک و با داشتن 3 فرزند، شوهرش از امریکا توسط مادرش تلفنی جواب او را داده است. عائله شوهر 2 پسر زن را با خود میگیرند و زن را با دخترش به خانه والدانش گسیل میکنند. شوهر این زن در امریکا 3 سال است که کار و فعالیت می کند و قبلا درخواست کرده است که توسط دادگاه نکاحشان را بیکار کنند، اما زن این پیشنهاد را رد می کند. بعد از گرفتن پاسخی رد، مرد از نگاه دینی با همسرش جدا می شود و حالا بحثی آنها در دادگاه های تاجیکستان بررسی می شود و زن طلب می کند که تنها بعد از گرفتن خانه 2 حجرگی راضی می شود که نکاح آنها بیکار کرده شود، چون که این زن می گوید نمی خواهد فرزندانش در پریشانی تربیت یابند و خودش می خواهد آنها را زیر یک بام پرستاری کند. اصلا بسیاری ها مهاجرت می کنند تا اینکه زندگی خود بخصوص فرزندانشان را تغییر دهند. در امریکا پول کار کردن امکان دارد، اما این پول ها برای چی لازم هستند وقتی که فرزندان ما خوشبخت نیستند، وقتی که همسران ما در دیده هایشان آبی دیده در به در حیران و سرسان می گردند؟ مرد اساسی به فکر من این است که بعد از جدا شدن به خاطر همان روزهای خوشی که یک جا داشتند باید تا حد اکثر از دستش می آمده که همان کاری را کند که همسرش دستنیگر و محتاج کسی دیگر بخصوص مردان دیگر نشود. در امریکا میان مهاجران معمول است که به خاطر تغییر دادن وضع ایمیگراسیونی خود توسط ازدواج عهد نکاح رسمی خود را در وطنهایشان بیکار می کنند. اما باید همین را در نظر داشت که با تغییر یافتن نظام مهاجرتی امریکا فعلا توسط ازدواج گرین کارت گرفتن دشوارتر است، بخصوص اگر افیسرها معین کنند که این ازدواج تقلبی است. تقلبکار و جریمه و محرومیت از آزادی انتظار است. برای همین دوستان عزیز، خوشبختی خانواده در جای اول می ایستد. برای مبلغ، برای کیس های مهاجرتی خود عائله های خود را پاش ندهید. عائله در زندگی شخص مهم است و یکی از سبب هایی هست که ما را در زندگی دلگرم می کند.